بودن بیشتر به ریتمش توجه میکنن، دوستان به محتواش هم توجه بکنید، فقط به ریتمش توجه. یه ترانه به نام خرقه. ای صاحب خرقه و مرد خدا، رفتار تو یک بوم دو هوا، بشنو اگه هست گوش شنوا. به پاتیشه رو نزنی به ریشه، تکلیف تو روشن کن همیشه. ضرب المثل آدم نمیشه، دلا دلاش سوار شتر. خرقتو بسوزون برو می بخور. میگی مثلا دلسوز منی، دل واپس مامان وطنی، هی پشت سر هم جر میزنی، بی کس دل من واپس دل تو روشن نمیشه با هندل تو. بیچاره دلم سوزونده موتور، خرقتو بسوزون برو می بخور. خوردی کردی کل سال و بیت المال و عشق و حال و، خوردی کردی کل سال و بیت المال و عشق و حال و، بس کن دیگه قیل و قال و، یک توبه بکن مردانه چهر. خرقتو بسوزون برو می بخور. من از تو فقط خواهم اخوی، ما هم اخوی با هم اخوی باشیم و باهات راهم اخوی، اونقدر که بشه جاهم اخوی، البته میام پس بی غرغر. خرقتو بسوزون برو می بخور. نفس خیلی خوبه. اینا چجوری گفتی؟ این خرقه که توش جا خوش کردی، یعنی مثلا اهل دردی، یک بارم اگه خیلی مردی، عاشق شو و تو این آتیش گر. خرقتو بسوزون برو می بخور. عاشق شو و تو این آتیش گر. متشکرم.